وخير هذه الأمة وأشرفها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والقرون المفضلة التي شهد لها رسول الله بالخيرية. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر رضا الله عز وجل وغضبه وسخطه وكراهيته. جانده چند 5 صفت میگیریم ما. 5 صفت الله سبحانه و تعالی میگه. رضای الله سبحانه و تعالی، غضب الله سبحانه و تعالی، سخط الله سبحانه و تعالی، كراهية الله سبحانه وتعالى، وكراهية الله انتقام الله سبحانه وتعالى. و این صفات ها همین صفات های چی است؟ صفات های فعلی الله سبحانه وتعالى. صفات های فعلی. الله سبحانه وتعالى يغضب متى يشاء ويرضى متى يشاء لمن يشاء كيف يشاء. اینا همش چی یعنی صفات های چی گفتیم؟ یعنی صفات های فعلی خبری. صفات های فعلی و خبری. يكون صفات بتكتامكم رضاء الله سبحانه وتعالى. رضا الله عز وجل دليل رضاء الله سبحانه وتعالى. رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنه. دليل رضي الله عنهم ورضوا عنه. إنه كائننا لقد رضي الله عن المؤمنين. الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. برای من رضای الله سبحانه و تعالی. الله سبحانه و تعالی يرضى عن العمل ويرضى عن العامل. رضي الله عنهم. الله سبحانه يرضى عن العمل وعن العامل. عن العمل مثل الله سبحانه وتعالى شو يقول؟ ورضيت لكم الإسلام دينا. ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني الله تعالى رضي عن ماذا؟ عن العمل. إسلام جاءت جنده عمل بمعنى عمل يجمع بيدانه بمعنى عمل. يعني رضي الله عنكم، يعني رضي الله لكم الإسلام دينا. فهمتني؟ ورضيت لكم الإسلام دينا. بيقول أتشهد از عمل. از عمل مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة صحيح مسلم عنده: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله ولا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم. يعني هذا توحيد واعتصام بحبل الله ومناصحة ولاة الأمور. هذه الأعمال قد رضي الله عنها. يعني هذا من أعمالها الله تعالى شو بدأ راضي شو بدأ. فهمتني؟ الله تعالى يرضى عن العمل مثل من حديث وآياته، ويرضى عن العامل. يرضى عن العمل مثل آية ميدانجي رضي الله عنه ورضوا عنه. وقول الله في سورة فتح عند الله سبحانه وتعالى يقول: رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. عن المؤمنين يعني أذكي از عاملها، أذكي ها از صحابه ها چشنش از مؤمن ها رضا داشتن الله تعالی. چه این به نص قرآن کته چه ثابت. رضا میگم چه صفت فعلی خبری. و این چیز چی است؟ یعنی رضا خیلی که الله سبحانه و تعالی میخواهد. این صفت چی است؟ صفت الله سبحانه. هذه صفه لا نحرفها ولا نعطلها ولا نكيفها ولا نمثلها. فهم دیدن؟ برای چی میگن؟ همه صفت چکتی يعني مثل اشاعره ها چی بکنن؟ تعطیل میکنن، تحریف میکنن. رضای چی به تحریف میکنن؟ رحمت چی به تحریف میکنن؟ گفتیم رضای چی؟ رضای رضای هم اراده گفتیم. رضای هم چی میکنن؟ یعنی اراده خیر میگن. اراده چی میگن؟ یعنی اراده خیر، یعنی اراده ثواب. الله تعالی یعنی میخواهد که چی کنه؟ ثواب کرده یابه. نمیگه این ثواب از چیها اللازم های رضایی است. این عقل میگن که اشاعره ها میگن که برای چی ما رضای مثلا اثبات نمیکنیم به ظاهر لفظش؟ عقل به موافق نمیبیاد. عقل به موافق نمیبیاد. اعوذ بالله. یعنی تو عقل خودت از قرآن
sunnat bo'lmaydi. Qur'on sunnatdan Alloh taolo megudki, sunnatdan Rasul sallallohu alayhi vasallam megudki, Alloh taolo rozi bo'ladi. Tu megudki, ne aqlim ham muvofiq emas, baroy ham men inkor mekinam. Ha? In xatirat. Shuni ajiyati, ya'ni megimki aqlatchi است، aqlat akidki ayb berar. Aqlat noqis ay baroy hamin aqli salim la yu'aridu an-nass as-salim. فهمت؟ برای همین کتابی چی داریم؟ در التعارض بین نقل و بین العقل، بین نقل الصریح و بین عقل صحیح. هیچ وقت عقل صحیح نقل صریح و معارضه نمیشود. فهمت؟ یعنی معنیش که تو چی؟ مشکل در عقل داشته بدهی، مشکل چی داشته بدهی؟ در عقل داشته بدهی. اگر عقلت کامل و عقلت بر مکمل میشه تو اتباع قرآن و سنت میشی. تو حقیقتا تو عقل در بوج کم میدونی، لیکن نمیدونی که از عقل چی هستی، مسلوب هستی. عقل تو را چیکار ترک کرد. فهمیدید؟ برای این الله سبحانه و تعالی میگه که سوره انفال انده یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم فاعلموا میگه ان الله يحول بين المرء وقلبه، فان الله يحول بين المرء وقلبه. ها؟ استجیبوا فهمید معنی استجیبوا چیه؟ استجابت میکنن؟ این امر استجابت کنید که با الله و رسول با برای چی؟ برای شما زندگی دل با عقل با چی میکنن؟ اشغال میکنن. فعلم بس بدونید که چی هست؟ الله تعالی چی میکند؟ بین بنده دلش یحول، حائل چیه؟ پرده میاندازد. اگر بین دلی بنده پرده انداخته شود چی میشد بنده؟ برای چی؟ عقل گیجونده؟ عقل دلنده. یعنی از عقل چی میشد؟ جدا میشد. یعنی معنیش که از قرآن و سنت که روی گردانده از عقل روی گردانده معنیش که فهمید؟ برای همین هیچ وقت عقل این به خلاف نمیکنه الحمدلله. برای اینکه الله سبحانه و تعالی مدامی که الله سبحانه و تعالی بنده به ثواب میکند، نعمت میتید، رحمت میکند و به ثواب و پاداش میتید بنده به رحمت میکند. این دلیل چیه؟ دلیل چیه؟ برای چی بندش به نعمت و برای چی بندش به نیکی و مثل خدا میکنه؟ ها دلیل چی؟ دلیل راضی. برای اینکه الله تعالی راضی بوده است. الله سبحانه و تعالی راضی بوده است که بندش به نعمت‌های میتید. فهمیدید؟ لیکن خیر فهمیده نشود که یعنی انا کافرها بیام ربما الله تعالی کافر به بسیار از مؤمن بسیارتر میتید. ها؟ نه، این کافر به دادن الله تعالی چه باب استدراج نستدرجهم من باب چه؟ ان الله لا يملي على الظالم حتى اذا اخذه اخذ قوي جبار. فهمیدید؟ استدراج. اما مؤمن بکی چی تیاد این دلالت چی میکند؟ یعنی الله سبحانه و تعالی و راضیش به دلال میکند.